مفروضه‌ای که ما داشتیم از رأی سفید من شروع میکنم. 3 رأی سفید داشتیم به ترتیب حروف الفبا. محمود احمدی نژاد 5 رأی. آقای محسن رضایی 4 رأی. لطفاً اجازه بدید. آقای مهدی کروبی 29 رأی و آقای میرحسین موسوی 271 رأی. We witness an 85% turnout. Out of this number, Mr. Mahmoud Ahmadinejad got 24,527,516 votes, which means 62.63% of the total votes. He ranks first. ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس. جز این اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از سرابی نیست. تا میهن کاوه تابوت ضحاک است، این سرزمین از هر اهریمنی پاک است. صدها هزار آرش جان در کمان دارند، تیری اگر کاریست این عاشقان دارند. وقتی هویت را در نام می جوید، پروینشان ناچار صدیابه می گوید. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری می کنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت. ما ریشه دیریم در عشق و خون داریم، ما در شب تاریک تا صبح بیداریم. وقتی هویت را در نام می جوید، پروینشان ناچار صدیابه می گوید. چیزی که در صلح است از جنگ می خواهد، قدرت اصالت نیست فرهنگ می خواهد. ما وارث کوروش فرزند جمشیدیم، پیروز بیبرده بت نپرستیدیم. ما ریشه دیریم در عشق و خون داریم، ما در شب تاریک تا صبح بیداریم.